خب خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. من رضا مهدوی ام، استراتژیست برند و یک آژانس برندینگ و خلاقیت دارم به نام مهدوی و تقریبا حدود 20 سالی هست که داریم در حوزه برندینگ، مارکتینگ و تبلیغات فعالیت میکنیم. تقریبا یه 3-4 سالی هست که حالا در قالب یک آژانس برندسازی و خلاقیت همراه با همکارانم به شرکت‌های مختلفی در سایزهای متفاوتی داریم سرویس میدیم. خب همونجوری که میدونید الان شرایط فروش شرایط سختیه و میخوایم بدونیم که آیا برندسازی خود مدیر عامل کمکی میکنه به فروش واحدهای شما یا نه. ممکنه یه تصوری که شما داشته باشید از موضوع برندسازی شخصی این باشه که خب من میخوام برم در شبکه‌های اجتماعی فعالیت رسانه‌ای انجام بدم و یه بازی اینستاگرامیه و من خب به این واسطه میتونم برند بسازم. یا یه رویکرد دیگه اینه که نه، این یک سلاح استراتژیک میتونه باشه برای اینکه من بتونم باهاش اهداف فروشم رو بزنم. چرا با این همه زحمتی که میکشیم فروش ساختمون خیلی سخت شده و اینکه چرا سازنده‌ای که مردم اون رو به نام شخص میشناسن راحت‌تر میفروشه. شما احتمالاً خیلی برخوردید که میگن مثلا فلان سازنده خیلی خوشنامه، خیلی کارش درسته، به موقع تحویل میده و بریم از فلانی بخریم. یعنی بیشتر شما اسم اشخاص رو میشنوید تا اینکه اسم سازمان ها رو. یکی از دلایلش اینه که خریدارا ترسیدن، خیلی پروژه ها ناتموم بوده، به موقع تحویل نشده، به تعهداتشون شرکت ها عمل نکردن و اعتماد عمومی در مورد شرکت ها تا حدودی خدشه‌دار شده. بر همین کلاً موضوع اعتماد به شرکت ها یه مقدار سطحش اومده پایین‌تر. خب ولی الان به چی اعتماد دارن؟ به اون کسی که پای حرفش وای میسته، پای کلامش میسته. به این اعتماد دارن. به شرکت خیلی سخت اعتماد میکنن ولی به آدما خیلی راحت‌تر اعتماد میکنن. خب یه گزارش معتبر جهانی رو میخوایم با هم مرور کنیم. حالا یکی از در حقیقت مهمترین نقاطش، یه مجموعه به نام برندفاگ اومده یک سروی رو انجام داده به نام CEO Social Media and Leadership Survey که توی این گزارش یه چیزی که خیلی جالب بود این عدد طلایی 77%. یعنی گفتن از یه سری آدم سوال کردن، تعداد زیادی گفتن که اون آدمای پاسخ دهنده گفتن اگه ارزش‌ها و مأموریت شرکت رو به واسطه مشارکت مدیر عامل در رسانه ببینن احتمال خریدشون 77% بیشتره. یعنی شما 2 تا ساختمان شبیه هم با یک کوالیتی در یک کوچه ساخته میشن، یکیشون مدیر عاملش حضور فعال رسانه‌ای داره ارزش‌هاشو زندگی میکنه، روی مأموریتش ایستاده، احتمال 77% بیشتر مردم میرن سراغ اونی که مدیر عاملش فعاله. منظور از این حضور چیه؟ حضور نه برای ادا و نه برای سلبریتی بازیه، بلکه برای بیان ارزش‌ها، نگاه حرفه‌ای و عملگراییه. حالا یه مثال داخلی هم براتون میزنم که شفافتر بشه منظورم چیه. پس تو بازارهای پر ریسک چی مهمه؟ اعتماد انسانی، نه اعتماد سازمانی. حتما که برند سازمانی هم مهمه ولی اگر بخوایم مقایسه بکنیم برند انسانی میتونه خیلی سریعتر و چابکتر عمل بکنه. یکی از کسایی که خیلی تو حوزه پرسونال برندینگ در دنیا تاثیرگذار بوده آقای به نام رامپرسد. یه کتابی هم داره اگر دوست داشتید مطالعه بکنید، برندسازی شخصی اصیل، Authentic Personal Branding. کتاب ایشون هست، میتونید مطالعه کنید، به فارسی هم ترجمه شده. ایشون 3 تا پیلار اصلی یا 3 تا ستون اصلی برای برندسازی شخصی در نظر گرفتن. یکی این که who you are, what you do و what you show. میگه ارزش‌های درونیتون، رفتار واقعی و کار واقعیتون و بیان بیرونیتون. میگه اگر این 3 تا با هم دیگه درست برن جلو چه اتفاقی میفته؟ شما میتونید پرسونال برند بسازید. اگر بخواید به صورت سیلویی عمل کنید یا به صورت جزیره‌ای به هر کدوم از اینا بپردازید شما فیک برند میسازید. یعنی شاید شهرت به دست بیارید ولی سرمایه اجتماعی کسب نمی‌کنید. یعنی تفاوت پرسونال برند با آدم معروف همینه. آدم معروفه ولی سرمایه اجتماعی نداره، ولی آدم معروفی که منشأ اثر باشه سرمایه اجتماعی هم داره و میتونیم بهش بگیم پرسونال برند. پس ما یه فرقی بین آدم معروف و پرسونال برند اینجا قائلیم. یعنی کلمه پرسونال برند رو میخوایم اینجا یه بار دیگه با هم دیگه
باز تعریف کنیم. موضوع بعدی پس که خیلی مهمه، موضوع منشأ اثر بودنه. حالا چرا مهمه؟ ببینید سازنده های خوشنام چجوری خوشنام شدن؟ برندینگ که بلد نبودن، کلاس هم که نرفتن، مشاورم که نداشتن. چرا فلان سازنده الان خیلی تو بورس اگر ساختمونی بسازه خیلی سریع ازش میخرن، حتی میتونه با قیمت بالاتری ساختموناشو بفروشه؟ چرا؟ چون در طول یک بازه زمانی بسیار بزرگ کارشو درست انجام داده، به وعده‌هاش عمل کرده، بدون قصد برندسازی برند شده. حالا اصلا کلا دانش برندینگ هم همینه. آدم‌های موفق رو گذاشتیم کنار همدیگه، رفتارشون رو بررسی کردیم، یه مخرج مشترک ازش گرفتیم، گفتیم اگر شما هم احتمالاً همین مسیر رو برید، پس شما هم میتونید برند باشید. کلا چه برندسازی تجاری چه برندسازی شخصی همینه، خیلی فرقی با هم نمیکنه. فرصت جدیدی که امروز داریم چیه؟ همونجوری که آقای ربیعی فرمودن، فشرده سازی مسیره. چرا؟ چون فضای شبکه‌های اجتماعی دموکراتایز شده. یعنی شما اگر حرف خوب بزنید، حرف خوب میره و به دست مخاطبش میرسه بدون اینکه شما خیلی هزینه زیادی بخوای بکنی. حالا اگر ما یک نگاه علمی به این موضوع داشته باشیم، با حفظ اصالت و اخلاق میتونیم مسیر خوشنامی رو چیکار کنیم؟ کوتاهش کنیم. خب یه نمونه واقعی که بخوام براتون مثال بزنم، احتمالاً آقای دبیری رو خیلیاتون میشناسید، یا اگر توی اینستاگرام باشید احتمالاً توی اکسپلورتون حتما آقای دبیری اومده. آقای دبیری خیلی کوتاه در حقیقت این مسیر رو طی کرد و خیلی هم فرآیند پیچیده‌ای رو ایشون در حقیقت نرفتن، فقط اومدن گفتن که من 2 تا پایه ارزشی دارم: افزایش کیفیت ساخت در ایران و نگاه معمارانه به ساخت. اومدن روی این 2 تا ارزش ایستادن، گفتن آقا من میخوام این 2 تا ارزش رو زندگی کنم و با این 2 تا ارزش میخوام بیام با مخاطبم حرف بزنم. خب یه سری اقدامات هم انجام دادن غیر از موضوعات تولید محتواشون در بستر شبکه‌های اجتماعی. یکی از مهمترین اقداماتی که ایشون انجام داد، کیا پادکست تراز دیدن؟ یه نفر؟ من شنیدم. اکنون رو دیدی؟ شما؟ خب پس هنوز تراز خوب نچرخیده. علیرغم اینکه خیلی از ویدیوهاش خب میلیونی شده. با آقای حناچی صحبت کردن، اخیراً با آقای محمد رضا کهزادی، با معمارا، سازنده ها صحبت کردن و خب خیلی پادکست تاثیرگذاری شده و داره خیلی خوب دیده میشه. یه شعاری هم ایشون داره که همیشه داره این شعار رو زندگی میکنه، میگه ساختمونای خوب مثل آدمای خوب چی هن؟ موندگار و قابل اعتمادن. اینو داره زندگی میکنه به عنوان یه جمله‌ای که برای خودش برداشته، به عنوان یه اتفاق فراتر از خودش داره اینو زندگی میکنه. حالا اتفاقی که افتاده در طول فکر میکنم 1 سال و نیم، یک سال و نیمی که ایشون داره تو این حوزه فعالیت میکنه، اگر بهتون بگم که چه نتیجه‌ای داشته باورتون نمیشه. در سال 1403 فروششون 5 برابر رشد کرد. بعد از جنگ 12 روزه بیش از 60 قرارداد فروش امضا کردن. عدد خوبیه نه؟ آره، بابت 1 سال و نیم فعالیت من فکر می‌کنم عدد قابل توجهی. تازه تو 1403 که خب شرایط پیچیده‌ای بود. خب اگه بخوام تا اینجا رو خلاصه بکنم، میگم که 3 تا اتفاق رو کنار هم دیگه قرار بدین شما میتونید برند شخصی بسازید: ارزش، اثر، رسانه. و اگر شما سازنده باشید و فقط بخواید روی برند شرکتتون کار بکنید، نصف بازی رو از دست میدید. البته طبق اون آماره فکر کنم از نصف بیشتره. پس تو این دوران سخت اگر بخوایم ارجاع بدیم به اون عدد برند فاگ، اگر به عنوان یک انسان قابل اعتماد ظاهر بشید، 77% احتمال داره که مشتری از شما بیشتر خرید کنه. ولی یه نکته‌ای که هست اینه که باید حواستون باشه، هیچ وقت نباید تصویرتون از خودتون بزنه جلو. این خیلی موضوع مهمیه. یعنی این که من صرفاً بخوام بیام حضور رسانه‌ای داشته باشم، این لزوماً اتفاق خوبی نیست. میتونه اثر مخرب روانی هم داشته باشه. بهش میگن چی؟ سوشال فیدبک اینفلیشن، یعنی تورم بازخورد اجتماعی. شما مثلا 1000 تا لایک میگرفتی 5 سال پیش، حالت خوب بود. الان مثلا 5000 تا لایک هم میگیری دیگه حالت خوب نیست. 10000 تا لایک هم میگیری حالت خوب نیست. هر روز درگیری که یه محتوا تولید کنی که دیده بشه. وقتی هم که دیده نمیشه حالت بد میشه.
چرا حالت بد میشه؟ گفتیم نه، به خاطر اینکه وقتی که شما پست دیده میشه تو مغز شما دوپامین ترشح میشه. مغز به شما جایزه میده در قالب دوپامین. بعد به شما چی میگه؟ میگه یکی دیگه بزن، سریع یه دونه دیگه بزن از اینا که میگیره که دوباره بهت جایزه بدم. و شما میرید اصطلاحاً در یک دوپامین لوپی گیر میکنید و این چرخه باطل تکرار میشه. حالا اگر شما از این طرف رو خودتون کار نکنید، این خودش بعداً یه آسیب جدی در آینده. پس شما همیشه باید خودتون از تصویرتون جلوتر باشید. اگه مدیر عامل به صورت شفاف، حرفه‌ای، متعهد و ارزشی در شبکه‌های اجتماعی حاضر بشه، منجر به فروش بیشتر میشه. این قاعده واقعیت اینه که وجود داره، ولی با اون موضوعی که خدمتتون عرض کردم. و از اونجایی که ما در صنعت ساختمون با یک کالای بسیار گران قیمت و سرمایه‌ای طرفیم، خریدار اینجا ریسک رو میسنجه و ریسک رو با چهره انسانی کنترل میکنه. این همون موضوعیه که میگم به آدم‌ها راحت‌تر اعتماد میکنن تا به سازمان‌ها. کما اینکه خب آقای دبیری سالها روی برندینگ مجموعه آفتاب کار کرد، ولی اصلاً نرخ بازگشت سرمایش به واسطه اون زمانی که گذاشت رو برند شخصیش با اون زمانی که گذاشت رو سازمانش اصلا الان آقای دبیریه که داره گروه ساختمانی آفتاب رو میکشه. یعنی شما وقتی راجع به گروه ساختمانی آفتاب هم صحبت میکنی، اول آقای دبیری تو ذهن میاد بالا. حالا ما اصطلاحاً بهش میگیم ریکال میشه. پس ساختمون رو فقط شرکت نمیفروشه، فرد هم میفروشه. و اگه اون فرد ارزش محور، شفاف، این کلمات خیلی مهمن و من خواهشم اینه که اینا رو جدی بگیرید. ارزش محور بودن، شفاف بودن، منشأ اثر بودن، اگر اینها باشه، برند شخصی مدیر عامل میتونه آسون ترین راه برای افزایش اعتماد و افزایش احتمال خرید باشه. و حالا با توجه به اینکه من زمان کمی داشتم برای ارائه‌ام، خیلی مفصل در یک پادکستی که حالا خانومم اشاره کردن، پادکست اکنون، من در یک مصاحبه 2 ساعته خیلی مفصل راجع به این موضوع صحبت کردم. اگر دوست داشتید میتونید این پادکست رو گوش بدید یا ببینید. مرسی از توجهتون. متشکرم.